هیئتی بر رهبری منشی عمومی شورای امنیت روسیه در مورد مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی با سرپرست وزیران امور داخله و دفاع ملی گفتگو کرده است. منشی عمومی شورای امنیت فدراسیون روسیه اطمینان داد که حکومت روسیه حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه‌های ممنوعه را به مراحل نهایی رسانده و در زمان کوتاه تکمیل خواهد شد که با آن روابط دو کشور در بخش‌های مختلف گسترش خواهد یافت. سازمان همکاری اسلامی میگوید که طارق علی بخیت، نماینده این سازمان، با اندی مک‌کوبری، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، در مورد تقویت تعامل با امارت اسلامی گفتگو کرده است. منبع افزود که گفتگوی دو طرف عمدتاً بر وضعیت افغانستان در چهارچوب پیگیری موضوعات عمده مورد بحث در نشست سوم دوحه متمرکز بود. بر بنیاد گزارش‌ها، پیش از این بخیت با معاون وزارت امور خارجه پاکستان و احمد نسیم وریچ، معاون این وزارت در امور افغانستان و غرب آسیا در اسلام آباد دیدار و درباره افغانستان گفتگو کرده بودند. سرپرست وزارت معارف در سخنانش در یک مکتب در خوست گفته برخی رسانه‌های مغرض با اشاره بیگانگان دست به تبلیغات منفی که گویا امارت اسلامی به علوم عصر توجه ندارد میزنند. وی گفته که امارت اسلامی در کنار علوم دینی به علوم عصری نیز توجه میکند. کار ساخت 55 خانه برای سیلاب زدگان در قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان تکمیل و در اختیار آنان قرار داده شد. حدود 5 ماه قبل سیلاب‌های شدیدی در ولسوالی برکه ولایت بغلان ده‌ها خانواده را بی خانمان ساخت که اکنون روند ساخت خانه‌ها برای آنان از سوی شماری از تاجران ملی و نهادهای خیریه آغاز شده است. جام قهرمانان کرکت چمپیونز ترافی صبح امروز از امارات متحده عربی به کابل منتقل شد که در مناطق مختلف افغانستان به نمایش گذاشته خواهد شد. مسئولین کرکت بورد میگویند جام قهرمانان الی روز پنجشنبه در مناطق مختلف تاریخی کشور نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. مسابقات چمپیونز ترافی در ماه فوریه سال آینده 2025 در پاکستان برگزار می شود. شماری از باشندگان اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که تظاهرات حامیان حزب تحریک انصاف و محدودیت‌های حکومت در بخش‌های مختلف آنان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. از 3 روز گذشته به این سو طرفداران عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان و اعضای حزب تحریک انصاف برای آزادی عمران خان از زندان دست به تظاهرات زدند. اسرائیل که از 14 ماه گذشته به این سو با گروه حزب الله در لبنان درگیر جنگ است و تازگی آمادگی برای پذیرفتن آتشبس پیشنهاد شده از سوی آمریکا و فرانسه را گرفته است. رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا مسئولیت این آتشبس را به عهده گرفتند و تلاش دارند که آتشبس بین بیروت و تل ابیب را در چند ساعت آینده اعلام کنند. تاکنون در مورد زمان و چگونگی آتشبس چیزی گفته نشده است.